یک مرد شخصیتش ناشناس سیمایش غیر اسلاویانی را شب جمعه 20 اکتبر سال 2023 در منطقه نوای مسکو کشتند. نشریه روسی امکا با تکیه به منابع آگاهش خبر داد که ساعت تقریبا 2 شب 20 اکتبر در یک ماشین تمغه خوندای به بیمارخانه کمونارکا یک مرد سیمایش غیر اسلاویانی را با زخم‌های زیاد از سلاح آتشفشان آوردند. راننده این ماشین شهروند 29 ساله تاجیکستان گفته است که این مرد زخمی را در نزدیکی بازار فود سیتی پیدا کرده به بیمارستان آورد. متاسفانه طبیبان نتوانستند او را از مرگ نجاتند. مرد صبح جمعه 20 اکتبر در روی خط جراحی جان داد. امکان میگوید شخصیت او را هنوز معاین نکردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. بعضی میوه و سبزیجات یا به تعبیر زمانوی فود سیتی در شورای کلوگا جایگیر شده با بیش از 2500 مغازه و پاویلیونش بزرگترین بازار فروش عمده میوه و سبزیجات و محصولات دیگر غذایی در مسکو و ولایت‌های اطراف آن در منطقه روسیه به شمار می رود. در بازار فود سیتی هزاران مهاجر از سراسر اسنگ از جمله صدام مهاجر تاجیک کار می کنند. زادگان تاجیکستان در فود سیتی بیشتر به حیث فروشنده، آشپز، حمال کار کرده، همچنین به روبوچین و جدا کردن میوه و سبزیجات مشغولند. در برابر این در بازار فود سیتی دهها تاجیک به تجارت میوه و سبزیجات و خشک میوه مشغول بوده. در اینجا دکان، مغازه و برخیش تا چند پاویلیون دارند.